رفقا چطورین؟ خیلی مخلصیم. آقا ببینین بانمکترین و راستگوترین مجری ایران چی میگه و برگردیم. من داشتم این ماجرای سرقت از موزه لوور رو میخوندم، همینجور مونده بودم. بالابر آوردن، قشنگ رفتن بالا، زدن پنجره رو شکوندن، رفتن تو جواهرات سلطنتی ناپل اونو دزدیدن، آوردن، رفتن پی کارشون. تو 7 دقیقه سرقت کردن شدن. یعنی خداوکیلی کمد جوایز تو مدرسه ما امنیتش از این بیشتر بود. دقیقاً به سوژه خوبی اشاره کردی. خوش تیپ. اینو برای اینکه بتونن وارد اون موزه بشن و اون جواهرات رو ببرن، مهمترین ابزارشون همون بالابری بود که خودت بهش اشاره کردی. اگه شرکت آلمانی گرفته بودن. دقیقاً نقش امروز تو و امثال تو و مجید واشقانی تو اون کشور نقش این بالابر است، نقش این نردبونه است. یعنی شیخ الاسلاما میان و میرن، خاوریا میان و میرن، زنجانیا میان و نمیرن، رئیس چای دبش میاد و نمیره. طبق گفته‌های کارشناسای خودتون، رئیس بانک آینده 1.5 کوادریلیون ضرر زده و تورم ایجاد کرده تو اون کشور، ولی امثال تو و مجید واشقانی تو اون کشور نشستین میگین هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی شماها نقش مکمل و نردبون دزدیات اون کشور رو دارین. حالا قشنگیش اینجاست، این دزدای موزه لوور رو گرفتن، دزدای جیبای مردم جلو چشمشون قدم میزنن و هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. دستگاه‌های امنیتی هم نگاهشون میکنن. امثال تو هم که نشستین میگین همه چی عالیه، کبوتر بچه کرده، کاش بودی و میدیدی. یعنی انقدر که راحت اون کشور میشه دزدی کرد و جیب مردم رو خالی کرد و تورم ایجاد کرد، قفل کمد باشگاه منو به این راحتی تو نمیتونی باز بکنی. این حرف من نیست، اینو تاریخ ثابت کرده. زمانی که شهر شلوغ بشه، مردم به 90% از مقامات عالی رتبه دستشون نمیرسه، ولی مردم عصبانی همیشه دستشون به بالابرها و نردبونهای حکومت و اون رژیم رسیده، چه خودشون چه خانواده‌هاشون، چه فک و فامیلشون. اینو من نمیگم، تاریخ ثابت کرده. خیلی مخلصیم و تمام.